بیان کوتاه بیان کردم. باید بشناسیم واقعا ما چه هستیم، برای چه آمدیم، نیرومون چیه، قدرتمون چیه، حدود کارمون چیه، امکاناتمون چیه. اینا خودشناسی است. بعد از اینکه اینا شناختیم بعد میریم با عالم شناسی که در واقع همون خداشناسی است و بعد این قسمت. بعد هدف ششم تطهیر اخلاقی. تطهیر اخلاقی مسئله خیلی تطهیر یعنی پاکیزگی. پاکیزگی چیز خیلی خوبیه، هیچ بشری منکرش نیست. اگه یه روزی هم در مردمان جاهل به پاکیزگی اهمیت میدن، الحمدلله حالا فکر همه روشن شده، همه پاکیزگی رو دوست دارن. انسان بدنش پاکیزه باشه، لباسش پاکیزه باشه، خانهش پاکیزه باشه، این خیلی خیلی عالیه. اما پاکیزگی به اینجا خاطر پیدا نمیکنه. مهمتر از پاکیزگی ظاهری و توأم با پاکیزگی ظاهری پاکیزگی باطن باشه. اخلاق انسان باید پاک باشه. یعنی سعی بکنه که اون صفاتی که اسمش میذارن زشت، اون صفات از خودش بزرگه. پیدا کردن اون صفات هم خیلی ساده است. به قول لقمان حکیم میگن که ادب از که آموختی که از بی ادبان. نگاه بکنید این اشخاصی که کار زشت میکنن شما چقدر ناراحتشون هستید، چقدر متنفر میشید. خودتون نکنید و برای این کار تمرین کنید. بشر برای همه کار با تمرین میتونه موفق باشه. همه کار دنیا مادی و معنوی با تمرین پرورش میده. همینطوری که این جوانا میرن دنبال ورزش بازی و کانگفو و جودو و اینها تمرین میکنن و قوی میشن، همینطور در اخلاق میشه قوی شد. زندگی ما مثلا مرکب از یه مشت تمرینه. این که صبح از خواب پا میشیم، بعد میریم دندان میشوریم، صورت میشوریم، نماز میخونیم، این کارا رو میکنیم، همه تمرینه دیگه. عادت شده در زندگی. مشکل هم دیگه نیست برای ما. چون عادت شده مشکل نیست. اتوماتیک انجام میدیم. اگر بنا بود برای هر کاری بشینیم فکر کنیم و نقشه بریزیم و برنامه بریزیم، این زندگی درستی نداشت. پس ما در اثر زیاد کار کردن و تمرین کردن یک سری کارهای زندگی رو اتوماتیک انجام میدیم. اگر هم با یک روش صحیح و با یک روش به قول امروزی‌ها مشهبی دنبال تطهیر اخلاقی بریم و بخوایم اخلاق خودمون رو تصفیه بکنیم، خیلی زود موفق میشیم. اگر مثلا بنده عادت داشته باشم مثل اغلب مردم که نقل مجلسشون غیبت کردن از دیگرانه، خودم کنترل بکنم، یه دفعه مثلا نکنم غیبت، یا رفیقم که پرده بود یواشه که با مهربانی بابا ولش کن، کسی جزای عمل خودش میبینه، پاداش عمل خودش میبینه، پس دیگه غیبت کردن معنی نداره. همینطور یواش یواش در مجامع خودمون دور هم نشستیم، در جلسات مرتبمون، در جلسات نامرتبمون، در همه جا اینجور تذکرات دادیم، یواش یواش رفت میشه. وقتی که من فهمیدم سوء ظن بده برای من و باعث اذیت خودم در درجه اول و بعد اذیت دیگرانه، یواش یواش سوء ظن از خودم رفت میکنم. اگر دیدم که آزار کردن همینطوری که من دلم نمیخوام من آزار بکنن، دیگری هم دوست نداره که آزارش بکنن، اینی که تحلیل کردم، تجزیه کردم در مغز خودم، دیدم آزار بسیجی، یواش یواش خودم رفت میکنم. این بهش میگن تجزیه و تحلیل. مثل یواش یواش هی صابون میزنیم بدنمون، آب میریزیم روش، بدنمون تمیز میشه. با این تمرینات، با این تذکرات تمیز میشیم، پاک میشیم یه آدم حسابی، یک کسی که لیاقت نام انسان بهش میشه. این هدف وحدته. پس بنابراین وحدت برای این 6 موضوع که از خدمتتون جلسات مکتبی لازم داره. یعنی محتاج است بشر به تمرین و برای اینکه تمرین بکنه محتاج به اینکه کلاس داشته باشه. شما ببینید هر علمی که هست با عرض معذرت، خب ما میبینیم کوچکترین علم هایی که الان هست در چیزی ما اینا همه محتاج درسه. هندسه اگه کسی میخواد بخونه باید معلم بگیره، بره کلاس، کتابچه داشته باشه، کتاب داشته باشه، این درس میگیره.
همینطور ریاضیات، همینطور یک زبان انگلیسی بخواید بگیره محتاج این کار است. همینجوری یه مرتبه از آسمان نمیارن تو مغزه کسی زبان انگلیسی بزنن یا بزنن علم هندسه رو بزنن. یواش 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 در اثر تمرین و رفتن کلاس و مسئله حل کردن و دنبال کردن یه خونی آقا عالم علم هندسه شد، آقا زباندان انگلیسی شد. خب جایی که یک علم فرعی کوچیک اینجوره، اون بزرگترین علمهای بشر، بزرگترین هدفهای بشر که درون بشره، هدف بشره، روح بشره، این محتاج تمرین نیست. متاسفانه مردم وقتی که صحبت اخلاق میشه خیال میکنن همین اندازه که گفتن اخلاق فوری اخلاق میاد برای آدم بدون هیچ چیز، یا اینکه همین که یک کتاب اخلاق خوندن یا یک واعظی روی منبر صحبت کرد یا یک گوینده مطالب گفت این علم تمام میاد و حاصل میشه. خب این که نیست. پس درس میخواد، کلاس میخواد، نظم میخواد، ترتیب میخواد، کتاب میخواد، یادداشت میخواد، همه اینا میخواد. پس اگه کسی طالب این هست واقعا و تنها هدفش همین زندگی مبتذل تکراری دنیا نیست، باید دنبال این کار بره. اجباری هم در کار نیست، نه هیچ کس مجبور میکنه، نه کسی پاداش و حقوق میده به کسی که بیا دنبال این کار برو، نه کسی شلاق میزنه و فلک میکنه که چرا نیامدی. هیچ کدوم از اینا نیست. این یه تشخیص باطنی است، یک درک داخلی خود انسانه که وقتی که تشخیص داد که یه همچین چیز خوبه برای زندگی، جزء شؤون انسانیت، دنبالش میره و ما هم همین میخوایم. بنابراین الان که این مجلس از خانم ها و آقایان تشکیل شده، بی ریا، خواهرانه، برادرانه نشستن، هیچ مقصودی نیست. میبینید که پذیرایی مفصل ما نکردیم، برای خوردن نیامدیم. قرار شده که این جلسات مختصر باشه برای اینکه قابل ادامه باشه، برای اینکه اگر بنده فردا الان پسرم اگر فرض کنید که 1000 تومان میداد میوه اینجا میگذاشت اینها، بنده فردا میخواستم این مجلس تشکیل بدم نداشتم 1000 تومان. پس بنابراین به هر وسیله بخواستم فرار کنم از زیر بارش. اما اینجور نباشه. ما هدفمون چیز دیگه است. هدفمون معرفته که بزرگترین نیروهای عالمه. هدفمون فهمه، هدفمون درکه، هدفمون انسانیته. پس اگه اون هدفمونه این چیزای ظاهری رو ما ول می‌کنیم، ولی باید منظم باشیم در کار، مرتب باشیم، مکتبی باشیم تا بتوانیم در نتیجه بگیریم. اینی که من الان از این مجلس خیلی هم سرتون درد آوردم، معذرت میخوام. از این مجلس میخوام استفاده بکنم. کسانی که داوطلب هستند و مایل هستن که این جلسات ادامه پیدا بکنه، ما این جلسات ترتیب میدیم. فعلا برای اینکه فشاری نباشه، البته الحمدلله در انتهای سال هستیم و اول سالم روز از نو روزی از نو یک برنامه جدید شروع میشه. کاری هم به دنیا نداریم. دنیا هر چی بخوام بذارم تو سر حرف، ما کاری به اونا نداریم. خودمون هستیم، خودمون بخوایم خودمون رو روشن کنیم. از اول سال یک برنامه هفتگی ترتیب میخوایم بدیم انشاءالله و در این برنامه خیلی مرتب و منظم سر ساعت شروع بشه، سر ساعت هم ختم بشه، خیلی هم طولانی نباشه که خسته کننده باشه. این دفعهش استثنایی بود، من خود زیاد حرف زدم چون مجبور بودم روشن کنم. یک تیکه درس به عنوان درس اسمش میذارید، سخنرانی میذارید، هرچی گفته میشه که اینها نمره داره از روی شماره، از شماره 1 شماره 2 چون متدرج بیاد. همون فرمی که ما در این 45 سال آموختیم، منتها فشرده تر، بهتر، منظمتر، مطابق روز این درس ها تنظیم میشه. بعد اون وقت 1 ساعت، نیم ساعت، هرچی تصویر بکنید از کتاب های وحدت، آثار رهنمون وحدت خوانده میشه. یا من یا آقای کشاورز یا سعید کتاب حد زیادی وارد شده به این قسمت ها اینها، یا کسان دیگری که هستن اینا توضیحاتی میدن. بعدم یه مقداری وقت میذاریم برای سوالات. کسانی که سوالاتی دارن در حدود مجلس، در حدود وقت مجلس این سوالات پاسخ داده میشه و بعد این جلسات مرتبا انجام میشه. و چون خب این جلسات فکر میکنم این جلسات خیلی جالبی باشه برای
دنیای امروز مخصوصا و